زنده باشید. خوش آمده. نامی تو هدیه خواهم کرد تمامی ترانه هایم را ببندم به تاریک سویت دلم را همه نوایم را اگرچه خبر نمیگیری زی حالی دلی منی تنها میگاهم همیشه میجوید رو خط را زی روی گلشنها نازنین عشق تو مثال یک نامه رسیده به نامم از سوی یک خامه کی نقشش خاطره قسمت است قسمت کی حالا ما و تو را نوبت است نوبت کی راهش از محبت است نازنین عشق تو مثال یک نامه رسیده به نامم از سوی یک خامه کی نقشش خاطره قسمت است قسمت کی حالا ما و تو را نوبت است نوبت کی راهش از محبت است نازنین عشق تو مثال یک نامه رسیده به نامم از سوی یک خامه کی نقشش خاطره قسمت است قسمت کی حالا ما و تو را نوبت است نوبت کی راهش از محبت است مخلصان و هواداران در بین تمامی جوانان خاصتا صنعتکار خوشاور را همچون بهترین و جوانترین سراینده صاحب استعداد در تاجیکستان دانستند و این دم با جایزه بهترین و جوانترین سراینده صاحب استعداد تاجیکستان در تمام جمهوری خوشاور خورشید دانسته می شود. برای صحنه برای سپاریدن جایزه اعلاچی فرهنگی جمهوری تاجیکستان عضو اربابان صنعت یکی از شخصیت های شناخته محترم قهار جورایف دعوت کرده می شوند. مرحبا. السلام علیکم مخلصان صوت نوا حاضرین گرامی من امروز بسیار سرفراز هستم که در این تالار مقدس با تشبس رادیوی استراشن رادیوی دنیای FM یک چهاربینی بسیار مهم بسیار بلند تشکیل گذاشته شده است. من شخصا از نام خودم از نام کل فرهنگیان شهر استراشن اون شخصانی که تا امروز زحمت های بسیار کشیده اینجا امروز خلق دستگیری کردن همه اکسایی که امروز دستگیری کردن همین غالب پروندگی آفیسای اینجا به جمع کردن من شخصا منتداری خودم اظهار میکنم و چه که من شوهر جان امروز بسیار سرودای نهضتشان ما پیشواز کردن پیشنهاد کردن در آینده هم همین خواهرم که بسیار آهنگوی نو غزل‌های نو ایجاد کنیم همه ما دستگیری همین کردن سربلند و بلند بشه
این نشان می‌دهد که آینده و این جایزه‌های بلند هم سزاوار میشن. شاوری خورشید درجه یک بهترین و جوانترین سرآینده صاحب استعداد وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان شمس‌الدین شادیبek Orumbekzoda دیرکتور گنرالی جمعیت دولایش محتوب رادیوی دنیا FM غنیجان ترسونوف مبارک شد.